نباید بی ز فکر حرفی رها کرد، بباید بحثی فعلا از حیا کرد. چندی را بر حیا نه که غمی هست، به این خصلت نیاز مبرمی هست. اگر که ما کنیم تفسیر حیا را، مهمترین گوهر است اخلاق ها را. همان اخلاق زد آید از دلی درد، همان اخلاق میسر باشد در فرد. نه تنها فرد او را خانواده، میسر بر تمام افراد جامعه. اگر کس که ز اخلاق بی خبر شد، تمام جامعه فساد در قوت ور شد. وگر هرچه به آن نزدیک گردیم، زلال و پاک و عیسی شیک گردیم. اگر که ما ز او دوری گزینیم، به جامعه بیشتر مشکل میبینیم. به جامعه بیشتر مشکل میبینیم.